میبینم که شعر میخونید. خیلی کاری مهم است. هر کی باید در کاری خود تا روزی که جان در نفس است، تا جان در گروه دارد، در بدن دارد، باید همون نانی خود حلال کنند، همونش را سر که همراهش کنند. شعری برداشت از بحث باید تاریخ داشته باشد، اما با تاریخ این ما کار نداریم. حیات ما در هر دقیقه بحث منوزی ندارد. هر قدم بحث است. اگه تو یا دوره در بشینی سطح عقیده است. اگر همون را اعتبار بودی و اندیشه اختر نداشت و اختر نداری نداری رهگو میزنی. و خاموشی را پیش نکنی. این شعر هم یک کردمون حالتهای خورده است که در موارد در جای پیدا شد که برای محافظت ننگ ناموس راه بحث مدر شد. و روی کاغذ خب غمنامه رو نام چوب کردید دفت که؟ نام چوب هم فهم نشده است. شما اولین همه در خاطر بعدی فرزندان شما نگیدید. هزار تشکر. میبینم که همه شعرهای مرثیه هستند. بله. این مرثیه های همین نوشته شد در یک کتاب. همشه اکنون پراکنده بودن. هر کسی که یک بار وفات کرد، هر کسی که وفات میکرد در مرگ هر یک آدم یک بار یک گروه من هم همراهی وفات میکردم. خدا در عالم بودی خاموشان میدیدم. چون که ما انسان ها از عالم خطیه از همدیگر داریم و مجبور میکنند که همنا با ما تحصیل کنند و در همون روز همدرد دیگران شد. این نشانه انسانی اهمی است. هر چیزی که به قول گرگین هر چیزی که هر غم و اندوهی که در دنیا می شود از دل شاعر میگذرد و از پیکر شاعر. اکثر همینا شناسان من بودن، دعاگو بودن. شهر نیست که یک تا دست مدد درست کنند. همراه اینا نمک خوردن باشه. اینا درجه دیگر دارن. هر کسی یک بار حالتا میپرسن در راه در کوچه در نگاه دوره یا که سیم زده حالتا میپرسن تلفنی همه هم نیکیه همه هم نوازش است. میگو در یک جا یک گودام دارم. وقتی یک سمه میشن که فوتی دست همون روز دیگه خودت هم برابر همون در همون مزار نبینی در گور میبینی. با فهم من هم درست میگن شعر محصول الهام است، لیکن محصول غم و درد هم هست. محصول الهام بخشش در پیش یک شراره است. یک شراره است که مانند برق خورد یا که همون گوگل که میزنی یک لحظه بعضش در میگه بعضش در نمیگه روشن میشه دوست خاموش میشه. این الهام همین خیلی است. میآید اگر همون هنر نباشد و نگه نداری و کدالو وی نابود میشه. مثل چشمکی که پیدا میشود وقتی مادر نگاه بینه میکند وی وفات میکند. الهام هم همین نگه داشتن در کار است. برای نگه داری الهام حرفه همون طفل الهام حرفه چی دیگر در کار است. دیگر شرایط ها در کار است که در اینجا همه این لباس متها از دانش و فهمیش و خبرنامه است. یا تبزر میگو که بهترین شعر همون شعری است که اگر با شخص شعری تکانی از بیرون برسد، یعنی از اون که در تخیل خانه شعر در نهان خانه قلب شعر یک اندیشه پیدا می شود، یک پیامکی پیدا می شود، یک با قلبش مشاوره پیدا می شود. این هم هست. اما وقتی که از برون از محیط از جامعه یک تکانی می شود، یعنی شعر رو به این چیز دلالت میکنه، تحریک میبخشد که همون شوری دل خود را بالای کاغذ برد. استاد خلاق میگفت که شاعر میتواند یک لحظه رو از محیط از جامعه از کیهان خودش بگیرد، همون لحظه رو
توسط شعر گفته هنر جاودانه بکنند. یعنی همون یک لحظه، یک تپیش، یک موج، یک حالتی معینی مشخصی روحی فرق نداره هر چی بشه. بسیار خوب یادآور شده. واقعا همین است و از این هم زیادتر است. چون که انسان در کدام محیطی که باشد همون گونه به سر میبرد، همون واقعه ها را در خود تجسم میکنه، میگیرد، درد علم و غمش همه همیره. اگر ما در یک حجره کاری نشسته و معنی بجوید و او آدم در یک کارگاه دیگر در میدان جنگ مبارزه برسه، جان در سر مو رفته سر که در یک نخگاه از بالا سنگا میرزد، مو را تصور کردن نمیتونه. نمیشه مو شاید یکی به اون درجه که انسان اون در حدی که انسان میبیند و اون حالتی که همون لحظه تاثیر میکنه، یک لحظه تاثیر همون از ساعتها اندیشه کرده ای که در خیرات است زیادتر ثمر دارد. و گاه میگن که با دانشمندا و اهل ادب شرط نیست وظیفه بتی، منصب بتی. حالا که نمیدونن که با اهل ایجاد و دانشمند یک کاری دادن، او نه تنها یک وظیفه خدمتی دادن است. این یعنی که زنده کردن تاریخ تمدن، تحکشی که داشتن به حیات من بعده برای هدایت کردن انسان می شود. چون که این انسان حالتهایی را در همون میزی کاری، در همون کرسی میبیند که دیگرایی که از این دنیا خبر ندارن اون گونه نمیفهمند. هر یک انسانی که قبول میکنن، صحبت میکنن، راهنمایی میکنن، از نگاه همون دارا و نادار، دست کوتاه و دست دراز، شاد و غمگین خلاصه های میبرد کتاب و میخواند. نه تنها همین حالت ها او را وادار میکند که برای فردای کشورش، برای خودشناسی ملتش، برای در عرصه بین خلقی سری بلند برآوردن، زبانی دراز داشتن و سعی میگذارد. هم کارش را خوب میکنه، انصاف دارد، فهم دارد، دل دارد، هم برای آینده‌ای که بعد به پیری میرسند برای ایجاد کردنش این لحظه ها نهایت مهم میشوند. کتاب های میشوند که دیگران در این محیط که بیخبرند ایجاد کردن نمیتونند. همین سوال شما تاثیر همون حالت همین گونه میرسد. اینجا استاد بزرگ من یک ورق زدم، یک شعر مرثیه برای خود نوشتید. این تجربه شاید تجربه خیلی کم نظیر باشد، شاید برای خود مرثیه بنویسد. این چی شما رو وادار کردید به این؟ برای اون که از اون که بعد سر از یک از سخنرانی در حقیقت دانسته و نادانسته قصه ها میگفت که به عقل رسانده از حقیقت دور است، گاهی افسانه است، گاهی افسانه یا حقیقت کردن در کاری حقیقت بوده رو مشکل کردن ضرور است که همین هر کس به هر اختیارا به دنیا میاد، غیر اختیار به دنیا میاد انسان با. لیکن در این محیط افتاده باید اختیار پیدا کند، چیکار کند، برای چی به دنیا میاد اندیشه کند، چگونه آنش را بگذراند، با کی هم صحبت شد، کی را دوست دارد، کی را انتخاب کند. برای همه اینها در مجموع برای بستن باری سفر، رخت سفر چی گونه باید بار باشد
چی داشته باشد، چگونه مطلب داشته باشد، چگونه دیگر حالتهای داشته باشد که همون شخص معرفی کند. برای همین من روزگاری که از سر گذراندم و امید دارم که باعث عبرتمندی است، هم در راه زحمت کشیدن در کارهای جسمانی و زحمت‌های دیگر، هم در ایجاد، هم در همه راهی که خواستم که یعنی شانه بذارم گام‌های استوار گذاشتم. برای همین برای چی من آمدم؟ من برای تأمین شهرت مردن را زندگی کردم. زندگی رو من نمیخوام میدونم، برای تأمین شهرت مردن را زندگی کردم، نه برای زندگی کردم. برای همین واسطه پیش از مرگ خدا نوشتم و باور دارم که خلق عزیز من همیشه میشناسد و در روزی همون که این حالت رخ میدهد از پی میت من میروم خواهد نخواهد و که ما در زمان حیات بسیار انسان ها در مقایسه و خوردن و دیگر یک سیما، یک راه، یک غایه دیگر است که انتخاب من است که در راه حیات همین مانندی بایزید بستانی آدم باید باشد. من همینا هم روزگار خودم کردم که انسان ها را آزرده خاطر نکنم و هر رنگی که باشد راه تابشی نیکیش را بیابم. بله همین مرسیه داشتم. بله، روز مرگم کوچه تنگی میکند، از پی پا پر شود راه مزار، تا سر گور رود چندین هزار. روز مرگم کوچه تنگی میکند. چی منظره شماست؟ بله. من برای روز مردن زیستم، بحر آسان جان سپردن زیستم، بحر نامی نیک بردن زیستم. روز مرگم کوچه تنگی. این همه مراد و مقصد ما که از پای سبزه بریم، نه گرد خیلی. امیدم همین است. باور دارم تا اندازه نصیب همه شد. خدای مهربان این اندیشه های من جانبداری میکنه. اکنون ما استاد عزیز دعا میکنیم، باور داریم، اطمینان داریم که شما حالی 10 سالهای دیگر خیلی عمر میبینید و برای این گونه کتاب‌هایی که نو بهای جان، غمنامه، باز چند کتاب دیگر چاپ کردید، باز شمار این کتاب‌ها بیشتر میشود. البته عاشقان شعر، محبان ادبیات و من اخلاصمندان کلام بدیع استاد محمد غویب را همچون یک شاعری غزلسرا اعتراف میکنند، بیشتر میشناسند، هرچند که در همه انواعی هم شعر سنتی و هم شعر امروزی ایجادات شما گواهی میدهد که شما خیلی دستاهای گوناگون شعر، دست قوی و احساسی زبردست دارید و اما همین یک حالتی هست که شور و شرر غزل، سوز و ساز غزل، تأثیر غزل باز شیرینی دیگر و تراوت دیگر دارد. چون که نمیدونم این یک از برای همین بسیار خوب گفته، برای همین که همین کاری نیکو کردن از پر کردن است. این با همه شده دارد. هر کاری که دست داری روز برای هنر سایقل می‌آورد. در شاعری هم با غزل دست زدن بسیار یعنی سایقل هنر می‌شود. چون که هم ردیف میکنی، هم قافیه میکنی، هم معنی درجا میکنی، هم بسیار تحلیل میکنی، برای گپ دیگر میوبی که اونو تصدیق کرد. همه اینها مشق میشود، مشق هنر میشود، هنر سایقل میدهند و
شیرینی شعر می شود. تا استعداد همه همیاده چه بگیر یک هموار کننده یا پرداز دیگر است یک معنی یعنی که جهانبینی انسان هم بیان میکنه که چی ها دارد در خزینهش چی گونه پیشنهاد کرده میتوند اگر اینا را بسیار ندانی باید اول گفتی و باید دویم گفتی باید سینو در میمونه که باید قانون غزل نمیشه قاعده غزل نمیشه باید کم نباشه غزل پروچی آره همین این یک امتحان است برای شاعر برای شاعری این غزل سرایی امتحان است و برای مردم هم که دل مردم همین میخواهد که یا غزل اول غزل میخواند یعنی همه حالتهای روحی خود را با همه افاده میکند ایرش رو تسکین میدید و بعد روبایی میخواند در حالتهای گوناگون زندگی فلنگ میزنند در دایره خودش برای شیرینی غزل که اول ایسر میشود برای اونایی که غزل رو یک کاری بیهوده میدانند کار بعد ایجادکاران ما اونا خود حنان غزل گفتن بسیارش ندارن غزل خوب گفتن نمیتونن برای هم دیگران نمیگذارن که ایجاد همش ایجاد است از این متا همه چی میسودن کی هنر داره چی خیلی میسودن مهم یک پیام نیکو داشتن است مهم یک سخن نام همه سخنه همه معنی را به غزل هم افاده کرده میشه معنی سیاسی دیگر حالا اجتماعی چی باشد واسطه هنر که باشد در همه جان گفته میشه شادم که غبار از ره نیرنگ ندارم شادم که غبار از ره نیرنگ ندارم از فتنه بر رو یک خطی و جنگ ندارم آهن صفتان نیز من شکوه ندارند آهن صفتان نیز من شکوه ندارند رحم است به هر قطره مرا زنگ ندارم دیگر نکنم تا دم پدرو شعارم دیگر نکنم تا دم پدرو شعارم ای شیشه تو آسوده بزی سهم ندارم دیگر نکنم تا دم پدرو شعارم ای شیشه تو آسوده بزی سهم ندارم از سینه مادر که گرفته است تنم جان از گاو تبالان جهان رنگ ندارم در بزم زمان جای برای چی مرا نیست در بزم زمان جای برای چی مرا نیست اون ساز غرورم که دیگر اون ساز غرورم که هر آهنگ ندارم نیکان همه همسایه بجویند نخوانند نیکان همه همسایه بجویند نخوانند دنیاست خبردار دلی تنگ ندارم دستی کی دراز است و توانست بدانند دستی کی دراز است و توانست بدانند و یا نآرند مرا هم ندارم زار است به انگشت سراغ در دیدار زار است به انگشت سراغ در دیدار سربازی صف دورم و سرهنگ ندارم در وادی تقدیر من است در وادی تقدیرم اثر نیز تهدید در وادی تقدیرم اثر نیز تهدید زیرا که خیال بسر از جنگ ندارم تا حفظ کنم نام محمد و بساطم گنجینه دیگر به جز از نام ندارم در حقیقت انجام یکی اصلی مقطعی همین غزل از ننگ، از نام، از آر، از ناموس ارزشی بزرگتری در یک انسانی مفکر یک انسانی صاحب دل بیشتر ارزش بوده نمیتونم این همین گناه
میافرم خیلی دیگر با غزل میگم در همه جا سیاست هست، در همه اجتماعات هست، در اینجا عدالت هست، دیگر چه تصویر زمان است و بیرون از اون است. باز گپ‌های خیلی من است و هشدار کننده تاکید کننده است که انسان ها این را خوب است این را خوب نیست. بله واقعا شاعر راهنمای جامعه است، واقعا شاعر تربیتگر است، شاعر مثلا یک باید دیگه غزل دیگه هم خواهم بعد نمید هشدار که پایان همه جور جهاد است. غمگریه باران خبر از مرده باد است. غمگریه باران خبر از مردن باد است. وقتی که باد میشود یا که تندر چراغان میشود چه میشود وقتی که باران میاد اون خاموش میشه. این هم میاره که میبینم نمیرم یک تصوری واضح در دیده فهم میرسه. این بینید که استاد روزی روزی استاد آینی است، یک روزی بسیار مبارک است و ما هم خیلی یک عزم کردیم که با عیادت شما ببینیم که استاد محمد روی چی حال و چی کار دارن و بسیار خوشنود شدیم که شما رو سر کتاب میبینیم، سر ایجاد میبینیم. نباشه با همه وابسته به همینجا یک بیت یا که دو چی از همین عینی میخونم دو بند این شعر بسیار شعر دراز است. دو بند همین شعر میخونم بگویم که این شعر خیلی دراز است. در از ما بیان میبینیم که بود در همین کاخ سروش در محفل شعر شما یک کارمندی وزارت امور داخله بود عمر جان امامعلی بود. همین رو از ابتدا تا انتها خوند و ما خیلی احسن گفتیم که واقعا خیلی یک پر تاثیر خوند و از آگاه بوده است از هیچ فراموش نمیشه. زحمت هایی که استاد عینی کشیدن در همون زمان کتاب های زمان شورای پهن نبود و کتاب های پیشینه تعقیب دادن در یک خانه نشسته در سمرقند در نمونه ادبیات تاجیک آفریدن این از قهرمانی هم بلند است. چی گفتن نمیدونم که چگونه ذهن داشته است استاد، چگونه بزرگی داشته است، چگونه فدایی ملت بوده است، اینا را کیف کرده است. یعنی که حالت پیغمبرانه هم داشته که یک گواهی میده که همین خیلی میشود. اینا آفریده و در زمانی که انسان ها ما فکر کردن بعد آشنایی و بعد نوشته هایش و حالت های ترجمه هایش که راهی طی کردهش آشنا شدن و خلاصه هم که این انسان ها در اون زمانی که کس با کس گرش گفتن نمیتونست و دوستی خودش بزنید و همسایش و خانگیر بکنید این چجور آتی داشت که از سر منبر میگفت یکان محافظ نداشت در یک خانه آفریدن این قدر چیزا رو که و هر حال تهدیدا بود لیکن محافظان هم بود دانشمندان شاید یعنی خبر داشتن لیکن هویتی می‌نشان اقتدار خودشان فهمیشان و تشخیصشان بنیادانیشان پنهانی محافظت میکرد. همین گونه تصور میکنم که سپری این بزرگ میشد در همان عهد که کس از سایه خود شبهه داشت از بیان فکر و شرح غایه خود شبهه داشت از نگاه همسر همسایه خود شبهه داشت منبر از مستحکمی پایه خود شبهه داشت از در سر منبر تو ناترسیده
میگفت استخوان از رای پیموده تاجیک تاریخ کهن داشتی حسد و دل از عهد سامان بزرگ داشتی حسد و دل از عهد سامان بزرگ آب هرچی غیر داد دیوان بزرگ شد سبق آموز محروم از دبستان بزرگ ما تنها کسی از نام خراسان بزرگ امر شیرین تو تم از یادهای تلخ داشت حسرت آهنگ از بخارا و فغان از بلخ داشت جان شیرین کرده فردوسی عجب را زنده کرد پارسی کشته شمشیر جان را زنده کرد مولوی با من نی مولوی با نی همه درد علم را زنده کرد بیدل آهنگ خموشی زیر بم را زنده کرد قدرت تو مرد خاک زارینه را زنده کرد خفته 100 ساله صاحب قرار را زنده کرد واقعا همون نمونه ادبی تاجیکی شما همین چیز در نظر دارید واقعا یک خدمت بی‌بهای عینی است خدمتی بی‌نظیر استاد عینی در راه مملکت‌داری ما سالهایی که مثلا همه جا سیاه‌نویسی بود همه جا خوف خطر همه جا چون ابرهای سیاه همه رو پیچونده گرفته بود استاد واقعا یک قهرمانی بی‌نظیر کرده که نمونه ادبیات تاجیک رو نوشتند و ثابت کردند که این خلق و این مردم صاحب تمدنی کهن است. استاد برای یک صحبت بسیار زیبا من بسیار خوشنود شدم استاد. زنده باشید. وقتی که با سراغ شما می‌آمدم گمان کردم که استاد خیلی افسرده هستند خیلی اما شاد شدم که شما راستی که سری حال هستید و راستی که آمدن شما من شخصا بعد خواب بودم لیکن چیزا هست که در نمود ناموس که نیروی دیگر میباشد بعد هم صحبت خوب کبوتر با کبوتر باز با باز این یک نیروی نهانی است که همون زمان آشکار میشود همراه میشود جان میباشد من شما را بسیار احترام دارم و همین انسان هایی که در کار خود استادم عادی ترین آدم باشد در کار خود استادم بسیار دوست می‌دارم اینا را پایه بزرگی کاخی بلندی و تنداری می‌شود. هزار سپاس. واقعا وقتی که من شنیدم که استاد اندکی بیتاب هستند اندکی چی دارن حالشون اندک موجود است و امروز محفلی استاد عینی بود در دانشگاه ملی از شما یاد کردم و من خیلی نیت کردم که شما رو ببینم و سلام و پیامی استادان دانشگاه ملی رو که همگی با شما احترام دارم احترام قائل هستم برسونم و بسیار خوشنود هستم که استاد عزیز شما میدونه یک جوش و خروشی ایجادیتون حتی در وقتی مریض بودنتون در وقتی ناطق بودنتون میدونه جوش و خروش احساس میشود. من استاد بسیار میخوام که شما هر چیز زودتر سلامت بشوید همه جهت مثل سالهای پیشین به موی شما به قول خار نرسد خار نچسبد و جامعه تاجیکستان از شما امیدهای زیاد دارد. زنده باشه. هزار تشکر. شما یک شاعر فقیه هستید شما متفکر هستید شما یک از اون زمره از اون سلسله شاعرایی هستید که ملت افتخار میکنه واقعا افتخار میکنه چون که کارنامه ایجادی شما به همه معلوم است نه تنها در تاجیکستان عزیز ما بلکه بیرون از اون و این کتاب‌هایی که زرد و سرخ و من رنگی ظاهریش در نظر دارم در باطنشون دنیا سخن است
دنیا معنی است، هم شعر و هم نثر و هم انواع کلام بدیع هست. من آرزو میکنم که شمارشون بیشتر شود و تن و جان شما استاد عزیز صحت باشد همیشه و همیشه در محفل های ادبی، در همین جامعه، در مجلس و محفل و نشست ها و همین ازدحام مردم باشد. زنده باشد. منم تعداد دوستانم از حدی بعد زیاد نیست، همونه هستن که دید و درک دیگر دارن، دایره فهمیششون باید فراخ است و آدم با حول اونا نشستن گفتگو کردن بردی زیاد میکنن، اما از ضایع نمیگذارن، بیخبر باشد، از یکی خبردار میشد. من شما را در همین صف میشمارم که یک زحمتکشی بزرگید، یک مسافری راه علم و ادب که آنهای استوار میگذاره. منزل امید این گونه انسان ها بسیار دور است، تا اونجا رسیدن اما کفایتی میکنن نمیکنن، لیکن اون امید مقصدهای شمالی که به همونجا میرسن با همصحبت، با همراه، با همنشین، با شناس یک روحی دیگر میبخشد، یا با حوال دیگر میبخشد که یک با این گونه انسان ها زود دیدار ببینن. من خوشبختم و همین کتاب ها را با شما میسپارم، هرچند از این کتاب هم بسیار کم است. شما یک جانفدای همین راه علم، میدان نبرد علم برای بهای جانی وطنداری را به شما میسپارم که وطن زر گوهر نیست، بهای جانی آدم است. برای وطن هزارها سرها بهتر شدن در کارزارها، در غارها، در کیم و کجاهای دیگر، در بیابانها تومه کیم چی شدن، لیکن اونا وطن ساختن، ماندن، خود هیچی نبردن و بعدیرها یادگار ماندن. باید ما این بود که میراثی ها خوبتر آباد کرده و گفته های سرور دولت عمل کرده وطن اجدادی ما رو نگه داریم. در این دنیای تضادها، دنیای مرکب، دنیای خصب و کشتار دیگر خودمون رو محافظت کرده بتوانیم. برای همین شما را هم یک سرباز بزرگی همین میدان، یک سرهنگی که به هزار لشکریان نمونه نسپارم. هزار تشکر سالی عزیز، هزار تشکر. امروز که 15 اپریل سال 2025 است، در صحبت استاد ما بودیم و از نام همه ساکنان تاجیکستان، از نام خاصتا از نام عاشقان ادبیات بار دیگر به شما تندرستی کامل. هزار تشکر.